داکر چیه؟ این منم، اولکس. یه شب داشتم خواب میدیدم که توی اتاق کارمم، مانیتور روشن، قهوه گرم و من غرق ساخت یه اپلیکیشن وب. همه چیز بی‌نقص اجرا میشد، انگار لپتاپم با من هماهنگ بود. هر خط کد یه قطعه از پازلی بود که درست سر جاش مینشست. اما درست وقتی که می‌خواستم اپلیکیشن رو روی سرور بیارم بالا، همه چی ترکید. ارور پشت ارور، وابستگی‌هایی که کار نمی‌کردن و نسخه هایی که به هم نمیخوردن. دیگه اون برنامه بی‌نقص یه هیولای لجباز شده بود. همون جمله معروف توی ذهنم چرخید: یه سیستم من کار میکنه ولی روی سرور نه. ناامید و کلافه شده بودم. ساعتها وقت صرف هماهنگی محیط‌ها، نصب دوباره پکیج‌ها، چک کردن نسخه‌ها، یه دور باطنی که آخرش فقط خستگی میمونه. دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم. تا اینکه قهرمان قصه وارد شد، داکر. یه نجات دهنده واقعی. داکر به هم یاد داد نیازی نیست دنبال سازگاری سرورها باشی. فقط کافیه اپت همراه تمام چیزهایی که بهش وابسته است توی جعبه جادویی که بهش میگن کانتینر بسته‌بندی بشه. یه محیط کامل مستقل که هر جا ببریش بدون مشکل کار میکنه. و من بالاخره از کابوس محیط‌های ناسازگار بیدار شدم.